قرار شما رو با نحوه استفاده از محلول کربن‌زدایی کارفیکس آشنا بکنم. محلول بی‌نظیری که علاوه بر این که از ایرادات خیلی زیادی که الان بهتون میگم پیشگیری میکنه، حتی یه سری از ایرادات رو که در حالت عادی مجبور هستید چندین میلیون تومان هزینه بکنید برای رفع ایراد، همین محلول برای شما اون ایرادها رو برطرف میکنه. پس تا اینجا قراره بدونید که قراره در مورد محلولی و نحوه استفاده از محلولی آموزش ببینید که یک، ایرادهای خیلی مهمی رو جهت کاهش هزینه‌ها پیشگیری میکنه از بروزش. دو، ایرادهایی که پیش اومده رو حتی بدون باز کردن موتور برطرف میکنه. و مهمتر از اون، جدای از این که حالا این محلول چه ایراداتی رو پیشگیری میکنه و چه ایراداتی رو رفع میکنه، مزیت‌های فوق‌العاده‌ای داره که اگر همینقدر بدونید این مزیت‌ها چیه، با اشتیاق کامل ادامه ویدیو رو میبینید و نحوه استفاده از محلول که خیلی ساده است رو من با رعایت تمامی نکات بهتون میگم تا بتونید خیلی ساده این کار رو انجام بدید. آقا این محلول از چه ایراداتی پیشگیری میکنه؟ یک، از سایدگی رینگ ها پیشگیری میکنه. آقا این که حالا چطوری یک به یک که این ایرادا رو برطرف میکنه، نمیخوام ویدیو طولانی بشه. الان میخوام نحوه استفاده از این محلول بی‌نظیر رو به شما آموزش بدم. قبلش خواستم یه 3 بخش، این که از چه ایرادایی پیشگیری میکنه، چه ایرادایی رفع میکنه و چه مزیت‌هایی داره، اینا رو بدون. توی این که هر کدوم از این قسمت‌ها رو به چه شکل انجام میده، من سعی میکنم یکی دو مورد بهتون بگم که یه ذهنیت داشته باشید، ولی به طور کامل و مشروع برای اونها هم ویدیویی مجزا براتون آماده میکنم، اونا رو ببینید تا به طور کامل روی این قضیه مسلط بشید. دو، از خط افتادن روی جداری سیلندر جلوگیری میکنه. از سیاه شدن زود هنگام روغن موتور جلوگیری میکنه. بذار یه توضیحی بدم که خیلی هم با عجله نریم جلو. هر 3 موردی که گفتم برمیگرده به رسوبات کربنی که به مرور زمان میاد داخل شیار رینگ ها. وقتی که رینگ توی پیستون نتونه توی اون شیار خودش درست به حالت فنریت بازی بکنه، نمیتونه قشنگ به جداری سیلندر بچسبه و آب بندی انجام بده و وقتی که آب بندی درست انجام نشه، بخشی از اون فشار کمپرس و دوده ها و کربن هایی که در حالت احتراق تولید میشن میان بخش زیادتر از حد عادی میان وارد روغن موتور میشن. فرار گازها اصطلاحاً بهش بگیم بلو بای، این اصطلاح فنیش هست. اینکه خط میفته و اینکه رینگ ضعیف میشه باز هم به رسوبات کربنی هست که توی شیار رینگ میشینه و نمیذاره رینگ درست بازی بکنه و رینگ دائم با سیلندر درگیر میشه، با جداری سیلندر، و به مرور زمان علاوه بر اینکه رینگ ضعیف میشه جداری سیلندر رو هم خط میندازه. پس ببین از این ایرادا پیشگیری میکنه محلول کربن‌زدایی که قرار نحوه استفاده از اون رو یاد بگیرید. از کاهش کمپرس سیلندرها هم پیشگیری میکنه، به همون دلیلی که الان برای موارد قبلی گفتم بهتون. از به تعمیر افتادن موتور خودرو که باز هم همش برمیگرده به رینگ. ببینید میخوام یک به یک بدونید. هیچ وقت ببینید شما پیش هر مکانیکی که برید و این مشکلات وجود داشته باشه میگه موتور باید باز بشه. الان میگم آقا با این محلول، با توضیحاتی که توی ویدیوهای بعدی خواهم داد، چون این محلول داخل شیار رینگ ها رو تمیز میکنه و رینگ میتونه حرکت بکنه، دیگه مشکل کاهش کمپرس سیلندر نداریم. دیگه نمیاد به اون جا نمیرسه که بخواد فشار کمپرس کم بشه، به اون جایی نمیرسه که رینگ توی جاش قفل بکنه و به جداری سیلندر خط بندازه، به اون جایی نمیرسه که رینگ آروم آروم بیاد خودش ضعیف بشه و عملکردش کاهش پیدا بکنه و از کمجون شدن خودرو پیشگیری میکنه و نهایتاً از به تعمیر افتادن موتور خودرو. ببین موارد خیلی مهمیه، اینا رو پیشگیری میکنه. با چه هزینه‌ای؟ هزینه بسیار بسیار پایین‌تر نسبت به هزینه‌های حتی یه تنظیم موتور ساده‌ای که ما قراره هر 30-40,000 کیلومتر یک بار انجام بدیم. حالا میرسیم به اینکه چه ایرادایی برطرف میکنه. ببین توی بخش قبلی گفتم ممکنه این ایرادها بخواد به وجود بیاد، این محلول میاد با عملی کردی که داره و با کربن‌زدایی که انجام میده پیشگیری میکنه. حالا یه موقع است کربن باعث شده که رینگ درست عمل نکنه، رینگ چسبیده. وقتی که رینگ بچسبه اصطلاحاً یا رینگ استیکینگ اتفاق بیفته، رینگ چون عمل کرده عالی نداره هنوز به اونجا نرسیده که رینگ ضعیف بشه، هنوز به اونجا نرسیده که به جدار خش بندازه، ابتدای کاره و ایراد داره خودش نشون میده. چرا؟ چون آب بندی رو درست انجام نمیده. اینجا میریم سراغ مواردی که این محلول زمانی که استفاده میشه این ایراد رو برطرف میکنه. یک، روغن سوزی خفیف. چرا؟ چون رینگ ضعیف شده و داره کم کم فشار کمپرس از بالا پایین میاد و روغن از پایین به سمت بالا و محفظه احتراق راه پیدا میکنه.
دو، زمانی که ایراد کاهش کمپرس سیلندر داریم، یعنی موتور بد کار میکنه، با لرزش شدید کار میکنه، میره پیش مکانیک، هر کاری لازمه انجام میده، شموایی، شستشوی انژکتور، آخر کار کمپرس سیلندر رو میگیره، میگه ببین کمپرس سیلندر 3 پایینه، پس موتور باید باز بشه. اینجا دوستان دقت بکنید، توی 70% مواقع کاهش کمپرس سیلندر به دلیل همون چسبندگی رینگه که هنوز رینگ ضعیف نشده، فقط توی جاش نمیتونه حرکت کنه. چرا؟ به دلیل وجود کربن ها. این محلول اون کربن ها رو حل میکنه و رینگ آزاد میشه و مشکل کاهش کمپرس سیلندر برطرف میشه. توی صحبتام گفتم لرزش موتور اگر فشار کمپرس ناهماهنگ باشه، حالا خیلی هم کم نباشه، زمانی که یکسان نباشه، موتور با لرزش کار میکنه. خودرو با یه صدای اضافه تر کار میکنه که این مشکلات برطرف میشه. و مشکل ناک زدن هم که خودش یه مشکل خیلی حاده و خب دلایل زیادی داره، به خصوص حالا اصلی ترین دلیلش هم اون پایین بودن اکتان بنزینه که باعث ناک میشه، اون رو هم برطرف میکنه. حالا پایین بودن اکتان بنزین چه ربطی به این کار داره؟ زمانی که کربن سر پیستون قرار میگیره، این کربن باعث کاهش حجم محفظه احتراق میشه، باعث کاهش سطح انتقال حرارت میشه به جداره سیلندر. حتی شیار رینگ ها زمانی که کربن میگیره، سطح انتقال حرارت که توسط سیلندر به رینگ و از رینگ به جداره انتقال پیدا میکنه کم میشه و این افزایش دم باعث تشدید ناک میشه و تشدید ناک شدیداً به موتور آسیب میرسونه. پس تا اینجا من سعی کردم خیلی سریع، چون میخوام توی این ویدیو در مورد نحوه استفاده صحبت بکنم، ولی لازم بود بدونید چه مزیت، چه ایرادایی داره، چه ایرادایی پیشگیری میکنه، گفتم چه ایرادایی رفع میکنه. حالا میرسیم به اینکه چه مزیت‌هایی داره، جدای از اینکه چه ایرادهایی رو رفع میکنه و چه ایرادهایی رو پیشگیری میکنه، چه مزیت‌هایی داره که اینم خیلی جذابه. ببین توی شرایط فعلی، توی شرایط اقتصادی فعلی، کمتر کسی که نخواد خودروش این مزیت‌ها رو داشته باشه. مردم میرن کلی هزینه میکنن تا برسن به این موارد و این محلول بدون هیچ گونه تغییر در موتور، بدون باز کردن یک قطعه از موتور و بدون اینکه هزینه اضافی بکنید، همه مزیت‌هایی که الان میگم برای خودروی شما به هر رقم میاره. یک، افزایش شتاب و قدرت خودرو فوق‌العاده است. همه ما زمانی که میخوایم ماشینمون عالی باشه که آقا یه گاز که میده ماشین حرکت کنه، این نباشه که گاز بدی ماشین زور نداشته باشه حرکت کنه. دلیلش یک به یک میگم، ما قراره مزیت‌ها رو بدونیم. دو، رفع مشکل ناک که خودش جزو ایرادات گفتم، جزو مزیت‌ها هم هست. الان خیلی میرن ریمپ میکنن، نمیدونم کلی تجهیزات اضافه روی خودرو میذارن تا مشکل ناک برطرف بشه. ولی ما اینجا بدون تغییر توی برنامه ECU، بدون دستکاری توی هر قطعه از خودرو، فقط با احیاء محفظه احتراق و زدودن کربن هایی که باعث کلی مشکل میشه، باعث رفع ناک میشه. و رفع ناک خودش فوق العاده عالیه و فوق العاده ضروریه برای اینکه این ناک رفع بشه. به خاطر همین من هم توی رفع ایراد و هم توی مزیت ها مطرحش کردم. کاهش مصرف سوخت زمانی که خودرو عادی‌تر کار بکنه، قطعاً کاهش مصرف سوخت که از گزینه‌های فوق‌العاده مهمه که حاصل میشه کاهش دمای عملکرد موتور. چرا؟ وقتی که سطح پیستون، شیار رینگ ها تمیز بشه و ارتباط فلز با فلز برقرار بشه، علاوه بر اینکه رینگ درست کارش انجام میده، فنریت داره، آب بندی درست انجام میده، انتقال حرارت عالی‌تر انجام میشه. ببین خیلی مهمه که رینگ بتونه درست حرارت انتقال بده و انتقال صحیح حرارت هم به کاهش ناک، به عملکرد عالی، به کاهش دمای موتور و همه کمک میکنه. مورد بعدی افزایش عمر مفید موتوره. کیه که نخواد موتورش عمرش خیلی بیشتر باشه؟ این یکی از مزیت‌های فوق‌العاده است. ببین من برای هر کدومش میتونم ساعت صحبت بکنم و الان چون قراره در مورد نحوه استفاده صحبت بشه، اول خواستم نحوه مزیت‌هایی که محلول داره و شما قراره نحوه استفاده از محلول یاد بگیرید بدونید و بعد بریم سراغ نحوه استفاده از محلول. افزایش عمر مفید روغن موتور چه ربطی داره آقای کوبولی؟ ببین زمانی که رینگ آب بندیش درست باشه و اجازه نده بیش از حد مجاز فرار گاز داشته باشیم، چون ما در هر صورت حتی اگر خودرو 0 کیلومتر هم باشه، بخشی از دودها از کنار رینگ فرار میکنه. گفتم پدیده بلو بای هستش و علت اصلی و 80% علت سیاه شدن روغن عبور همون گازهایی هست که از کنار رینگ رد میشه و میاد داخل محفظه کارتر. ما با انجام این کار چون نمیگذاریم
این فرار گاز بیش از حد نرمال بشه باعث افزایش عمر مفید روغن موتور میشه. خیلی از خودروهایی که روغن موتوری زود به زود سیاه میشه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که به مرور زمان این کربن ها میاد سر پیستون که خب اینجا تاثیر نداره دور شیار رینگ ها و باعث میشه که شیار رینگ پر بشه، رینگ درست عمل نکنه، فرار گاز به دلیل کاهش عملکرد رینگ بیشتر میشه و دوده های بیشتری در طول اون فاصله 5000 کیلومتر میان توی کارتر و روغن موتور زودتر سیاه میشه. وقتی که به طور مکرر روغن موتور زودتر سیاه میشه، نفوذ دوده ها بیشتره، راندمان عملکردی روغن زودتر پایین میاد. اون لجنی که کف کارتر میبینی دلیلش عبور مداوم همین گازها و فرار گازها هست که باز هم با استفاده از این محلول مشکلات برطرف میشه. ببینید من سعی کردم تقریبا خیلی سریع خلاصه مزیت‌های کلی، ایرادایی که رفع میکنه و ایرادایی که پیشگیری میکنه رو بهتون بگم. در مورد هر کدومش به صورت علمی میتونم ساعت‌ها صحبت بکنم، توی ویدیوهای دیگه سعی میکنم ریزتر صحبت بکنم. تا اینجا این از مزیت‌ها و کاربردهایی که این محلول برای خودروی شما میتونه داشته باشه. حالا با توجه به این توضیحات اگر احساس میکنه که این محلول برای خودروی شما میتونه مفید باشه، بیا توی بخش بعدی تا یک به نحوه استفاده از این محلول رو بهتون آموزش بدم. اما میرسیم به نحوه استفاده از محلول کربن‌زدای کارفیکس. شما زمانی که یه پک محلول کربن‌زدای کارفیکس تهیه میکنید، اصلی ترین بخشش یک محلول کربن‌زدا هست که معمولا ما روی برچسب و لیبل محلول، چون ممکنه شکل بطری ها تغییر بکنه، ما روی برچسبش یک بارکد گذاشتیم که با اسکن کردن اون بارکد بایستی به این ویدیو ارجاع داده بشید. یعنی اگر شما اسکن کردید و اومدید به این ویدیو، یعنی اینکه محلول و محصول اصلی که خود ما ارائه میدیم به دست شما رسیده. البته ممکنه شما توی فضای مجازی یا توی سایر موارد این ویدیو رو ببینید. اگر محصول دست شما هست اسکن بکنید بارکد رو. اگر به این ویدیو مجدد لینک داده شد و به این صفحه، یعنی اینکه محلول مطمئنیه. تا اینجا داشته باشید. شما یه محلول دارید که 800 سی سی حجم محلول هست و قراره بین 4 سیلندر خودرو به میزان مساوی تقسیم بشه. برای تقسیم، برای اینکه راحت باشید، هم برای تزریق محلول و هم بعداً برای ساکشن کردنش و بیرون آوردنش، ما برای شما یک گاواژ روی محصول میذاریم روی پک و یک شیلنگ که شما بایستی با استفاده از این گاواژ، زمانی که حالا بهتون توضیح میدم به چه شکل، خیلی ساده است ولی من همه مراحل میگم، نکات ریز و مهمی داره که حتما باید رعایت بکنید. این محلول تقسیم میشه، تزریق میشه و بعداً ساکشن میشه. چند نکته خیلی مهم. این محلولی هست که به هر حال اسیدیه و میتونه در تماس با پوست آسیب رسان باشه. محلولی که قراره کربنی که خیلی وقتا با فرچه و با بورس سیمی به سختی کنده میشه رو میاد توی 30 دقیقه حل میکنه و حتی نفوذ میکنه توی کنار رینگ ها، پس میتونه به پوست آسیب برسونه. ما توی پکیج و اون پکی که برای شما ارسال میکنیم برای اطمینان دستکش میگذاریم، حتما استفاده بکنید. ماسک هم میگذاریم، استنشاق بخاراتش هم برای مسئله تنفسی میتونه مشکل ساز بشه، پس به این دو نکته دقت بکنید. ماسک استفاده میکنید و از دستکش مخصوصا استفاده میکنید. در ادامه زمانی که حالا مراحل بهتون توضیح میدم، من جداگانه داخل تعمیرگاه ویدیو گرفتم. اون جاهایی که لازمه ویدیوهای تعمیرگاه رو با صحبت‌های فعلی با هم میکس میکنم، مش میکنم تا دقیقاً خیلی ساده و قابل فهم متوجه بشید که مراحل کار به چه صورت هستش. خب زمانی که محلول رو آماده کردید، ماسک زدید و دستکش رو دارید، الان دستکش دستتونه به خاطر اینکه محلول دستتون نرسه. حالا شما قبلش باید چه کاری انجام بدید؟ قبل از اینکه حالا محلول گفتم مراحل آماده سازیش بود و نکات ایمنیش. خب خود رو روشن میکنید اول و حدود 15 دقیقه کار بکنه. چرا؟ چون ما میخوام این کار توی حالتی که خود رو یه مقداری گرم هست انجام بشه تا کربن زدایی و اون کربن هایی که انباشته شده داخل محفظه احتراق روی سوپاپ ها و جداره و حتی دور رینگ ها خیلی به شکل عالی تری زدوده بشه و حل بشه. اگر یه مقداری گرم باشه این محلول، واکنش عالی تری انجام بشه. پس خود رو روشن میکنید و حدود 15 دقیقه میذارید خود رو کار بکنه. بعد خود رو خاموش میکنید. حالا نیاز دارید به یه دونه آچار شمع. این که میگم آچار شمع حد فکر میکنم حد اکثر 225 هزار تومان باشه. خیلی از دوستان داخل خودروشون و حتی کسایی که مایلن خودشون این کارو انجام بدن، یه آچار شمع داخل خودروشون دارن. یک به یک وایرها رو با دقت جدا میکنید از سر جاش
و حالا من در انتها اینکه چک بکنید آیا شمع و وایر سالم هستم در انتهای ویدیو توضیح میدم. سعی میکنم نکات تکمیل رو بهتون بگم که با خیال راحت انجام بدید. پس خود روشن 15 دقیقه کار میکنه. حالا خود خاموش یک به یک وایرها رو جدا میکنید از سر شمع ها و 4 تا شمع رو باز میکنید. به میزانی که گفتم طبق نکاتی که ایمنی که بهتون گفتم میاد سر یک به یک پیستون ها برای هر کدومشون 200 سی سی، یعنی برای هر کدومشون 4 تا از این گاواژ پر میکنید، تزریق میکنید. دقت بکنید یکم خودرو گرمه، اینم زمانی که میریزی ممکنه توی خیلی از خودروها، تو همشون نه، یه مقداری حالت قلقل خوردن و جوشیدن اتفاق بیفته و حتی اگر جوشیدن اتفاق نیفته بخاراتی که داره ساطع میشه بخاراتی هست که گفتم نبایستی برسه. ماسک میزنی ولی الان از خودرو فاصله میگیرید. 30 دقیقه صبر میکنید. توی این 30 دقیقه محلول کار خودش رو انجام میده و پدر اون کربنا رو در میاره. محلولی که اینقدر شفافه زمانی که میریزید بعد از 30 دقیقه و حالا با همین گاواژ یک به یک ماسک زدین با رعایت فاصله ایمنی یک به یک محلول رو ساکشن میکنید و میبینید که محلولی که چقدر شفاف بود 30 دقیقه قبل الان که دارید ساکشن میکنید و میکشید بالا چقدر سیاه شده. این نشان دهنده یه موفقیت اولیه هست. میدونید که دارید شما میکشید بالا. ما اجازه نمیدیم این محلولی که حل شد توی محفظه احتراق بمونه. چرا؟ چون زمانی که بعداً خود رو میخواد روشن بشه اولا باعث بد روشنی میشه و حتی زمانی هم که ماشین روشن بشه این خورده ها، چون زمانی که اینا رو میکشید میبینید که یه سری ذرات ریز کربن جدای از اینکه خود محلول سیاه میشه یه سری ذرات ریز هم ته‌نشین میشه و اینها اگر توی موتور بمونه میتونه آسیب رسان باشه. حالا توضیح میدم بهتون. پس زمانی که 30 دقیقه گذشت ساکشن میکنید. خب از اینجا به بعد یه سری نکات ریز داره، اینا رو دقت بکنید. ببینید محلولی هست که پایه اولیش آبه و غیر قابل احتراق، جدای از این که ترکیباتی داره که به قول من پدر محلول اون کربن رو در میاره و حلش میکنه، ولی آب محور پایه ساختش. خب آبم غیر قابل احتراقه. اگر اینا بمونه داخل موتور خود رو بد روشن میشه. خب راهکار چیه؟ 2 تا حالت داره. یا اینه که شمایی که داره این ویدیو رو میبینی و دارید انجام میدی خودت یه راننده و یک مالک خودرو هستی که خب طبیعتاً به پمپ باد و فشار کمپرسور باد دسترسی نداری، یا اینه که جایی هستی که به یه فشار کمپرسور باد دسترسی داری، یا مثلا رفتی یه جا کنار یه آپاراتی جایی هست که میتونی به روشی که میگم و در کنار صحبتام روی فیلم هم میکس میکنم لازمه که بعد از تخلیه کامل اون محلول برای اینکه مطمئن بشیم ذرات ریز داخل محفظه احتراق نمونده یه فشار باد بگیریم. دقت بکنید محلول رو تزریق میکنیم، 30 دقیقه بعد ساکشن میکنیم تا حدی که میتونیم با این گاواژ محلول رو بیرون بکشیم این کار رو انجام میدیم. قطعاً بخشی از محلول اون کف میمونه. زمانی که میخواین استارت بزنید اگر یه نفر برای شما استارت میزنه شما فاصله داشته باشید. چرا استارت؟ چون در حالتی که شمع خودروها بازه و بخشی از محلول ممکنه اون کف مونده باشه، چه پمپ باد و کمپرسور باد داشته باشی که داخلش بگیری چه نداشته باشی لازمه که چند بار استارت بزنید لحظه که شمع بازه. چه اتفاقی میفته؟ پیستون ها بالا و پایین میشن و توی بالا و پایین شدن چون سرعت داره خودش بخشی از این بخارات رو بیرون میکنه. اگر گفتم 2 حالت داره، جایی هستی که دسترسی به کمپرسور فشار باد داری بایستی با حالت تفنگی طور، حالا ابزارهایی هست که تفنگی بهش میگن، فشار باد رو بگیری. اینجا گفتم حتما تاکید میکنم ماسک داشته باشی، فاصله مجاز رعایت میکنی، داخل یک به یک سیلندرها فشار باد میگیری و دوباره استارت میزنی، دوباره باد میگیری استارت میزنی. چرا؟ تا مطمئن بشی ذرات ریز محلول داخل محفظه احتراق نمونده باشه. چرا؟ چون باعث بد روشنی میشه. خب اگر شما در شرایطی هستی که شاید خیلی از شما تو همین حالت باشه که به کمپرسور باد دسترسی نداری، اصلا نگران نباشید. اینجا تایم کاری شما ببین دقت کن 1 ساعت زمانش بیشتر میشه. چرا؟ چون باید یکم صبور باشی. به چه شکل؟ خب شما فشار باد نداری که بگیری زود اون بخارات تخلیه بشه. شمع‌ها هم بازه، 1 ساعت یه فاصله 5 دقیقه یک بار 10 دقیقه یک بار یه استارت میزنی. استارتی که شمع بازه قرار نیست خود رو روشن بشه ها. ما محلول رو ریختیم، 30 دقیقه گذشته ساکشن کردیم، الان ذرات ریزی کفش مونده، کمپرسور باد هم نداریم که فشار باد بگیریم. خیلی راحت خود رو چند تا استارت میزنی رهاش میکنی، دوباره چند دقیقه بعد چند تا استارت میزنی رهاش میکنی. 1 ساعت که بگذاری، حالا اگر جایی باشه که خودرو توی فضای بازه این آروم آروم بخار میشه و بعدش شما شمع ها رو سر جاش میبندی،
یک به یک وایرها رو سر جاش میگذاری. گفتم در مورد اینکه اطمینان پیدا کنی شمع‌ها سالمه یا نه، وایر سالمه یا نه، در انتهای ویدیو تو یک ویدیوی مجزا به طور کامل بهتون توضیح میدم تا نکته ابهامی نداشته باشید. داریم مراحل انجام کربن دایر بهتون آموزش میدیم. خب حالا اگر خود رو بعد از این 1 ساعت روشن شد که اگر روشن نشد، باز هم یه بار دیگه شمع رو باز میکنی، چند تا استارت میزنی، دوباره چند لحظه. ببین ما خود رو داریم که یه فشار باد میگیریم، همون لحظه روشن میشه، چون خودمون توی تعمیرگاه داریم کارو انجام میدیم. خودرویی هست که ممکنه لازم باشه یه بار دیگه باز کنیم، دوباره فشار باد بگیریم. پس اگه ماشین بعد روشن شد نگران هیچ چیزی نباشید، بخشی از این محلول مونده و باعث بد روشنی میشه. نکته مهم بعدی اینه که دوستان موقع استارت زدن چه زمانی که شمع بستید چه قبلش 5-6 تا استارت بیشتر نزنید، چون استارت مداوم میتونه به استارت و به باتری و به حتی سیم کشی اگر یکم اتصال ضعیف باشه داغ میکنه و آسیب رسانه. 5-6 تا استارت میزنی، یعنی میزنی 5-6 ثانیه رهاش میکنی، 10 دقیقه 8 دقیقه میگذره، توی این 7-8 دقیقه دوباره باتری خودش رو پیدا میکنه، اصطلاحاً سیم و داغ نمیکنه اگه اتصالات ضعیفه و این کار رو انجام میدید و نهایتا خود رو روشن میشه و حالا میری باشه دور میزنی. و دقیقاً شما که مالک خودرو هستی، قبلش شتاب ماشین، حرکت کردنش، نرم و بی صدا کار کردنش، حالت کارکرد خودرو با کولر و بدون کولر و ناک زدنش و یک به یک اینهایی که جزء مزیت ها بود و همون لحظه قابل لمس رو چک میکنی. اگه به کمپرس سنج دسترسی داری یا از یه مکانیک میتونی قرض بکنی. کمپرس سنج رو میگذاری قبل انجام کار، چون ممکنه شما ایرادی که داری اینه که آقا مثلا مکانیک گفته که آقا موتور یکی از سیلندرها کمپرسش پایینه، بعد لازمه موتور باز بشه، تعمیر بشه. شما قبلش کمپرس گذاشتی، ببینی که کمپرس سیلندرها مثلا به این اندازه هست. حالا زمانی که انجام دادی میتونی پیش همون مکانیک سر بزنی، بگی آقا الان دوباره مجدد کمپرس سیلندرها رو اندازه‌گیری بکن تا مطمئن بشی. اگرم میتونی همون لحظه قبل از شمع‌ها رو ببندی، البته خود رو بایستی روشن بشه، حدود 5-6 دقیقه 10 دقیقه کار بکنه، بعد کمپرس گیری انجام بدید، چون ممکنه بخشی از خود اون محلول زمانی که دور رینگ خودش آب بندی قوی تر بکنه. نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم، میخوایم دقیقاً مطمئن بشیم که آیا این پروسه تونسته مشکل حل بکنه یا نه. ببین یا اینه که شما جزو افرادی هستی که موتورتون ایراد داشته، یعنی یکم روغن سوزی داره یا یکم کمپرسش کمه، که حالا اگر کمپرس کم باشه و ماشین بد کار بکنه، زمانی که این کارو انجام میدید یه دور باش میزنید دقیقاً متوجه میشی. اگر روغن کم میکنه، خب همون لحظه متوجه نمیشی که الان روغن کم میکنه یا نه. بایستی حداقل 20 روز یک بار خود رو بری. شما هزینه سنگین نکردی، هزینه خیلی معقول و پایین، همه روش ها رو هم خودت یاد گرفته. حتی اگر این آموزش رو میبینی میگی آقا نه من نمیخوام خودم انجام بدم، هیچ مشکلی نداره، پک رو برمیداری، یه مبلغی الانی که صحبت میکنم تو رنج 450-500 تومان اجرت انجام این کاره میدی به کسی که فنی هست برات انجام میده. یعنی اجباری نیست که بیام حتما خودت، ولی خیلی ها توی شرایط فعلی هزینه ها خودشون دست به آجارن. من یه سری نکات بود لازم بهتون بگم، سعی کردم در حین صحبتام ویدیوهایی رو تلفیق بکنم، منطبق بکنم با صحبتام که دقیقاً متوجه بشید و خودتون این کار رو انجام بدید. پس یا خودتون انجام بدید یا میرید پیش یک تنظیم موتور، باتری ساز، مکانیک، همه این کار رو انجام میدن و تجهیزات اونجا موجوده. حدوداً 500,000 تومان اجرت انجام این کاره. آقا بلدی خودت انجام بده، حوصله‌شو نداری، محلول و پک در اختیار شماست، ببرید براتون انجام بدن. خب پس اگر شما کمپرس ماشینت کم بوده، خود متوجه میشی، اگه پیش مکانیک باشی یا بعدش آقا یه کمپرس بگی ببینیم فرق کرد یا نه. و اگه دیدی که فشار کمپرسی که قرار بود مکانیک برای بالا آوردنش موتور باز کنه برطرف شده، دقیقاً بهش بگو تا افراد خیلی زیاد دیگه ای که ممکنه همین مشکل شما رو داشته باشن، ممکنه بیان 40-50 میلیون اگه خودروی گرون قیمت تری باشه، حتی خیلی بالاتر هزینه بکنن برای رفع مشکلی که خیلی ساده با این محلوله میتونم بگم معجزه آسا برطرف بکنه. چون من نمونه‌های خیلی زیادی رو انجام دادم تعمیرگاه خودم و پکی که میبینید پک اقتصادی هست که خودتون بتونید به راحت انجام بدید. چون ما توی تعمیرگاهمون تجهیزات کامل داریم، عملیات تزریق و ساکشن با اینا انجام نمیشه، با دستگاه‌های مخصوص انجام میشه که میتونیم توی یک روز تعداد خیلی زیادی رو انجام بدیم با یه سری مراحل تکمیلی دیگه. ولی این پکی هست که هم خیلی کامل کارش انجام میده و هم با
کمترین سطح دسترسی. با توی کلی کشور خیلی جاها هستن که افرادی نیستن که این کار رو انجام بدن و افرادی هستن که نیاز به انجام این کار دارن. نکته‌ای که هست، شما الان زمانی که این کار انجام شد و تأثیرش رو دیدی، به دوستانی که میشناسی اطلاع رسانی بکن تا اونها هم این کاریه که مثل تعویض روغن که هر 5000 کیلومتر یک بار لازمه، این کار هم هر 35000 کیلومتر یک بار کسانی که فقط از این پک استفاده میکنن لازمه که انجام بشه. شک نکنید زمانی که این کار انجام میدید با خودروی دور میزنید، شتاب خود رو، نفس خود رو، نرم با بی صدا کار کردنش، کارکرد خودرو و شتابش با کولر و بدون کولر کاملا قابل حسه و قابل لمسه و دقیقاً متوجه نحوه انجام کار خواهید شد. برای اینکه این ویدیو بیشتر از این نشه، من فکر میکنم الان کافی باشه هم در مورد مزیت‌ها، ایرادایی که رفع میکنه، ایرادایی که پیشگیری میکنه و مزیت‌های جانبیش گفتم، نحوه استفاده از کار رو گفتم، هر جا که لازم بود روی خود ویدیو نکات مهمش به صورت اسلاید آوردم براتون تا دیگه خیالم راحت باشه که اگه این محل به دست شما رسید و خودتون قصد دارید انجامش بدید، خیلی راحت بتونید انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. دوست دارم نظرتون رو در مورد این محلول و اگه سوالی دارید پایین این بخشی که براتون میگذارم بنویسید تا انشالله منم بتونم اگر نکته‌ای هست مطالعه کنم، اگر تجربه‌ای دارید ببینم و انشالله اگر لازمه توضیح اضافه تری ویدیویی کامل تری آماده بشه توی بخش‌های بعدی براتون ویدیوشو ضبط بکنم و براتون قرار بدم. خب برای اینکه خیالم راحت بشه تمام مراحل رو دقیقاً متوجه شدید، من یه خود رو از اول میخوام شروع بکنم، سعی میکنم مراحل یک به یک انجام بدم تا دقیقاً متوجه بشید. گفتیم که اول خود رو روشن میکنید، میذارید حدود 15 دقیقه کار کنه تا گرم بشه. چرا؟ برای اینکه زمانی که گرم بشه و ما محلول رو سر پیستون بریزیم تمیزکاری بهتر انجام میشه، توی دمای نسبتاً بالاتر واکنش مربوط به کربن زدایی بهتر انجام میشه. خب خود رو روشن کردید، 15 دقیقه کار کرده، الان خود رو خاموش. به طور مثال برای خودروهایی که کویل تکی دارن مثل سمند EF7 که الان روی این خودرو میخوام کار رو انجام بدیم، لازمه که شما برای دسترسی به شمع‌ها و باز کردن شمع‌ها کویل ها رو باز بکنید، یک به یک این پیچ ها رو باز میکنید، کویل ها خارج میشه، شمع‌ها رو باز میکنید و ادامه مراحل با هم دیگه خواهیم دید. دقت داشته باشید زمانی که این بوت وایرها رو خارج میکنید یه فنر داخلشه، این فنر مواظب باشید یه دفعه نیفته گم بشه. بعدش خود رو اگه این فنر نباشه انتقال جرقه نداریم و خود رو تک کار میکنه. مواظب باشید یه فنر به سمت بوت وایر فنر داره. خب برای بالا آوردن شمع‌ها اگر آهن ربا دارید که از آهن ربا استفاده کنید، اگر ندارید با استفاده از خود بوت وایرها به این شکل، به این ترتیب که می‌بینید شمع بعدی پس نیازی به هیچ ابزار خاصی ندارید. با خود بوت وایرها اگه شمع به طور کامل باز شده باشه خیلی راحت شمع ها از محل خودش خارج میشه. برای همه خودروهایی که به این شکل هست و دسترسی به شمع سخته و بوت وایر دارن مثل حالا خودروهای L90 و سایر خودروهایی که تک کویل هستن، به این روش شمع ها رو ازش خارج میکنید. دقت داشته باشید و یک سنباده ریز برای شما میگذارم روی پکی که برای شما ارسال میشه. سر شمع ها رو با سنباده تمیز بکنید، دهانه شمع رو هم چک بکنید که اگر فاصلش بیش از حد هست حتما فیلر گیری بشه. البته در مورد اینکه چطور مطمئن بشید که شمع و وایر سالمه یا نه یه ویدیوی مجزا میگیرم تا دقیقاً با نحوه شناخت اینکه آیا شمع و وایر سالم هستن آشنا بشید تا دیگه هزینه اضافی روی دستتون گذاشته نشه. خب تا اینجا ما خود رو روشن شد، گذاشتیم 15 دقیقه گرم شد. وقتی که خود رو خاموش کردیم کویل ها رو باز کردیم، به شمع ها دسترسی پیدا کردیم، شمع ها رو باز کردیم. الان نوبت تزریق محلول هست.
دوستان دقت بکنید چون من این ویدیو رو در ابتدای ته دارم میگیرم. بطری که ما قراره محلول داخلش برای شما ارسال بکنیم به این شکل است که البته لیبل روش میاد، روش بارکد میخوره و بارکدی که روش هست شما رو به ویدیوهایی میاره که مرتبط با خودمون هست، برای اینکه مطمئن بشید محلولی که بعدا به دست شما میرسه محلول اصلی ما هست یا نه. بارکدی که روی محصول هست رو اسکن بکنید میرسید به ویدیوهایی که مربوط پیج خودمون هست. خب قراره ما این محلول رو بیایم برای هر سیلندر 200 سی سی تزریق بکنیم. ما برای تزریق محلول از این گاواژ که روی پک هست استفاده میکنیم. عرض کردم حتما برای اینکه تماس محلول به دست شما اتفاق نیفته همکاران میبینید دستکش پزشکی که روی پک براتون گذاشتیم حتما دستتون باشه. ماسک هم میبینید آقای مانیان که میخوان شروع بکنن ماسک استفاده کردن، چون بخاراتی که این محلول داره نبایستی برسه. خب با این توضیحات الان ما شروع میکنیم تزریق با گاواژی که روی پک هست. محلول رو میکشیم بالا و یک به یک توی سیلندرها تزریق میکنیم به شکلی که میبینید. دقت داشته باشید محلول الان کاملا شفافه. حدوداً برای هر سیلندر 4 تا 50 سی سی که تزریق بکنید یعنی میشه تقریبا 800 سی سی. خب تایم 30 دقیقه‌ای تموم شد. ما محلول رو دیدیم که شفاف داخل سیلندر ریختیم. الان می‌خوایم ساکشن بکنیم با همین گاواژی که روی ست هست. شیلنگ رو داخل می‌کنید و الان ببینید که محلول شفاف، ببینید محلولی که اونقدر شفاف بود واسه این خودرو دوگانه سوزه و 60% هم با گاز میره، ولی محلول ببینید به چه شکل خارج میشه. بیارش بالا. خب بریز داخل این بطری، یعنی بطری خالی هست که به همین صورت همینطور ادامه میدیم تا کل محلولی که داخل سیلندرها ریختیم تخلیه بشه. میبینید که خالی کردن و ساکشنش با استفاده از گاواژی که روی پک براتون قرار دادیم خیلی راحت هستش. زمانی که همه سیلندرها به طور کامل تخلیه شد، اینکه خودرو به چه صورت خودرو دچار بد روشنی نشه نکته داره که توی دوره کامل گفتم، مجدد هم با هم دیگه همون مراحلی گفتم و خواهیم دید. میبینید که هنوز تو میزان محلول سر پیستون ها هست و محلولی که اونقدر شفاف بود فقط سیاه شده و داره یک به یک از سر سیلندرها و از سر پیستون ساکشن میشه. این ویدیو رو دقیقا براتون گرفتم تا بدونید که کار خیلی ساده هست. حالا بخشی از ویدیو رو دورتون میرم تا دقیقا مراحل بدونید. شما این کار رو اونقدر انجام میدید تا هیچ گونه محلولی کف پیستون نمونه، به جز حالا ذرات ریزی که کف پیستون میمونه. دقت داشته باشید اگر به کمپرسور فشار با دسترسی دارید، زمانی که محلول رو تا حدی که با سرنگ میشه خارج کردید، بهتره که کاری که حالا توی دوره هم به طور کامل توضیح دادم رو انجام بدید. چه کاری؟ برای اینکه ذرات باقی مانده محلول کف پیستون خارج بشه، اول بازم تاکید میکنم تا حد امکان با سرنگ ساکشن بکنید، چون زمانی که و بعدش استارت بزنید. حالتی که شمع ها بازه و استارت میزنید اون ذرات ریز بیرون میاد، چون میخوام کثیف کاری نشه و این جاها رو کثیف نکنه. تا حد امکان با گاواژ ساکشن رو انجام بدید تا حالت ذرات ریز و بخاری بمونه که صرفا دیگه به هیچ عنوان با گاواژ نمیشه اونها رو ساکشن کرد.
خب از اینجا به بعد دقت داشته باشید، اگر به کمپرسور فشار باد دسترسی دارید یه بار دو بار استارت میزنید تا با بالا و پایین شدن سیلندرها ذرات ریز بیرون بیاد و بعد فشار باد رو داخل یک به یک سیلندرها میگیرید تا ذرات ریز حالت پودر بشه و خارج بشه. دو سه بار فشار باد استارت، فشار باد استارت، این کار رو انجام بدید، خود رو دیگه بعداً دچار بد روشنی نمیشه. حالا دقت داشته باشید اگر به کمپرسور باد دسترسی ندارید باز هم نگران نباشید، یکم تایم انجام کار زیادتر میشه. شما میاد توی 1 ساعت به فاصله زمانی 5 دقیقه، چون نمیخوام به استارت یا اتصالات سیمکشی آسیبی وارد بشه، شما میای زمانی که به طور کامل محلول رو ساکشن کردی، پهماندهش رو هم با گاواژ کشیدی بالا و دیگه الان با گاواژ چیزی بالا نمیاد، چند تا استارت میزنی. دقت بکنید چون محلولی هست که بخاراتش میتونه برای ریز مضر باشه، فاصله مطمئن رو رعایت بکنید. توی یک تایم 1 ساعته هر 5 دقیقه یک بار استارت بزنید و شمع‌ها هم بازه. توی این فاصله در زمان استارت ذرات ریز بالا میاد و شما بعدش میتونید شمع‌ها رو تمیز بکنید و سر جاش ببندید و دیگه مراحل بستن شمع کار خیلی ساده‌ایه. ببینید من این کار چون کاری هست که واقعا ساده هست و فوق‌العاده مفید هست و دیدم واقعا توی پیج اینستاگرام و توی فضای مجازی توی کل کشور شدیداً درخواست وجود داره و ما نمایندگی نداریم که با استفاده از تجهیزات کامل این کارها رو انجام بده. اومدیم این دستگاه که کارش هم خیلی مؤثر هست و کاری که این دستگاه انجام میده اینه که محلول رو تزریق میکنه و بعد محلول رو ساکشن میکنه. خب ما چون روزانه ممکنه 10 تا 12 تا خودرو بعضی مواقع داشته باشیم، این دستگاه برای انجام کار تعدادی هست و برای یه خودرو کار این دستگاه رو این گاواژ انجام میده. اصلی ترین کاری که توی کربن زدایی با محلول انجام میشه در حقیقت این محلولی هست که اینقدر حالا تهماندشو برید شفافه و ما این محلول رو میریزیم و نهایتاً حلال کربن سر پیستون هست و به این شکل خارج میشه. به لحاظ ایمنی گفتم این محلول به خصوص الان که کربن ها اومده داخلش مضر هست، سمی هست، سعی کنید این محلول رو، الان ما اینجا توی تعمیرگاه محلول رو داخل این ظرف ها میریزیم و بعد یه جایی که دسترسی انسانی کم هست و حالا کشاورزی نمیشه اونجاها اونا رو تخلیه میکنیم. توی چاه آب نریزید، روی سطح زمین نریزید، توی سطح زباله نریزید، این محلول رو یه جایی بریزید چون خود محلول حالا ترکیباتی داره که به هر حال اسیدیه، ولی حتی اگه خود محلول اولیه هم پاک باشه زمانی که به این شکل تبدیل میشه دیگه یه محلول سمیه. پس این نکته رو رعایت بکنید. خب الان همه مراحل انجام شده، میخوایم استارت بزنیم. الان استارت خوردن و دیر روشن شدن طبیعیه. استارت بزن. فقط دقت کنید همونطور که توی ویدیو هم گفتم 5 ثانیه استارت میزنی، یکم به باتری فرصت میدی خودش رو پیدا کنه، چون ممکنه باتری ضعیف باشه، ممکنه اتصال ضعیف باشه، اتصالات استارت، و اگر پشت سر هم استارت بزنی یا سیم کشیده دچار اشکال میشه یا باتری میخوابه یا مواردی از این قبیل. این فاصله زمانی رعایت بکنید. مجدد استارت بزن. دقت بکنید اگر چند بار استارت زده روشن نشد مجدد، اینا رو همه رو یه بار گفتم داریم مجدد مرور میکنید، پروژه کاملا عملیه. مجدد کویل ها رو در میارید، شمع ها رو باز میکنید، در حالتی که شمع روی خود نیست استارت میزنید تا اگر محلولی مونده بالا بیاد. شمایی که تجهیزات ندارید و دارید خودتون انجام میدید، من بدبینانه ترین حالت رو میگم که کمپرسور باد ندارید، خب لازمه که این محلول خالی بشه، تعداد استارت رو بایستی هم با فاصله زمانی چه رعایت بکنید و هم تعداد استارت رو دیگه همه ذرات تخلیه بشه و ماشین روشن بشه. خب الان ما یه بار دیگه شمع رو باز میکنیم و مجدد در حالی که خود رو شمع نداره استارت میزنیم تا اگه ذرات ریزی مونده که باعث بد روشنی میشه این ذرات بیرون بیان و مجدد شمع رو نصب میکنیم و روشن میکنیم. خدا آقای روننده هم دارن لطف میکنن کمک میکنن که روی خودروشون داریم ما این ویدیو رو ضبط میکنیم. این دقیقاً خودرویی است که
مراجعه کردی برای پکیج کامل کربن‌زدایی و این بخش انجام دادن که خدا آقایان داره انجام میده. دستگاه انجام من بالا سرش تعداد زیاد در شما هم مثل ایشون میتونید در خیلی راحت انجام بدید. فقط جورایی در دسترسش دارید برای شما آماده می‌کنیم تا شما خودتون بتونید خیلی راحت انجام بدید. در که خدا آقایان داره انجام میده و منم بالا سرشون هستم. شما هم مثل ایشون میتونید بعداً خیلی راحت انجام بدید. فقط خودروی مثل سمند EF7 حتما قبلش از ترتیب وایرها و نوع قرارگیریش عکس بگیرید تا بعد دچار مشکل نشید. البته چون دیگه الان ما محلول تزریق نمی‌کنیم، من سختگیری نمی‌کنم به دوست عزیزمون که دستکش تشریف بکنن، ولی شما حتما موقع اجرای کار دستکش داشته باشید. خب الان استارت بزن. توی حالتی که شمع نداریم، یعنی شمع باز شده، چند تا استارت میزنیم. اوکی 20 ثانیه صبر کن، مجدد استارت بزن. حدود 20 ثانیه صبر می‌کنیم. ببینید تا 2 تا 3 تا 4 تا استارت با فاصله زمانی 20 ثانیه مشکلی ایجاد نمی‌کنه. زمانی که می‌بینید استارت زیاد خورد، فاصله زمانی بیشتر بکنید. چرا؟ برای اینکه به باتری آسیب نرسه، به اتصالات آسیبی نرسه، به استارت آسیبی نرسه. بزنید دوباره. یکی دو بار که این کار انجام بدید، بعدش ماشین خیلی راحت روشن میشه. اگر شما کمپرس باد ندارید، این زمان کار طولانی تر میشه، یعنی تعداد دفعات استارت زدن در حالت که شمع ها بازه بایستی بیشتر باشه. یه بار دیگه استارت بزنید و شمع رو ببندیم. اوکی. خودرو روشن شد. پس یه مقداری که این خودرو استارت خود به یه پروژه کاملا عملی کرد که الان ارزش داره چک می‌کنیم. این هم مراحل انجام کار روی خودروی EF7 که با هم دیگه یک به یک دیدیم و مراحل رو با هم انجام دادیم. کربن‌زدایی طور کامل انجام شد. آقای درویشی عزیزی کمکمون هم کردن. حالا یه دورم میزنن. مرسی که زحمت کشید و کمکمون کردن. خیلی هم صبر کردن. گفتم یه ویدیو می‌خوام از دوستانی که می‌خوام خودشون کربن‌زدایی انجام بدن بگیرم. صبورانه کنار ما بودن. الان دور میزنن تا ببینیم نتیجه یه کاری که انجام دادیم به چه صورت بوده که یک نظر خود شخص رو هم که خودش انجام شده رو هم داشته باشید. ایشون دور میزنه و نظرش رو با هم دیگه خواهیم شنید. خب آقای درویشی برو یه دوری بزن ببینیم که به چه صورته و اگر تو ویدیو رو بگیریم برای دوستانمون بذاریم و ان شاءالله پروژه تموم بشه. خب آقای درویشی هم دور زده اومد. آقای درویشی بگو ببینم چی شد ماشین. والا رفتم باش یه دور زدم. علاوه نرمی که نرمتر شده، موتور که اصلا صدای آنچنانی نداره، لرزش نداره. اون ناکم که من درس برای ناک اومده بودم، اون ناکم الان من حتی دند مردم باش رفتم اون ناکه اصلا زده نشد، یعنی صدا قاشق چنگا اصلا موتور نمیداد. نرمتر شد، شتا ماشین اصلا انگار دیسکو صفحه تازه عوض کردی، تو دنده یک میخوای بکنی اصلا ماشین بوکس و باز میکنه، نفس ماشین باز شد. عالی شده آره عالی شده، خوب شد، دست شما در نکنه. زنده باشه عزیزم. خب اینم دوستان نظره آقای درویشی باشه عزیزم. مرسی عزیزم که لطف کردی و کمکمون کردی. دستتون در نکنه. زنده باشید. ما با شما این ویدیو رو توی آموزش ما قرار میدیم داخل یوتیوب. زنده باشید عزیزم. متشکرم. خواهش می‌کنم. به عنوان مثال یه نمونه دیگه خود رو الان اینجا آریو هست که می‌بینید مثل EF7 کویل تک تک باز می‌کنین، محلول رو می‌ریزید و بعدا 30 دقیقه ساکشن می‌کنید. حالا اینجا خود رو یه سوناتا هیبریده که برای کربن‌زدایی اومده. اگر بخواید محلول رو برای این خودرو هم استفاده بکنید باز هم روند همونه. یک به یک کویل رو باز می‌کنید، شمع‌ها رو باز می‌کنید و محلول رو تزریق بکنید طبق روشی که آموزش دادم و نهایتاً ساکشن رو انجام میدید. البته خودرویی مثل سوناتا هیبرید برای اینکه خودرو توی سلو با موتور کار بکنه یه ترفندی داره که بایستی بلد باشید که خودرو چطور توی حالت سلو با بنزین روشن بشه، چون اگر با برق روشن بشه خب ما کاری نمیتونیم انجام بدیم. اینا به عنوان نمونه گرفتم که بدونید که بجز حالا خودروی سمند EF7 سایر خودروها هم به همین شکله. این حالا خودروی TU5 هست. این حالا کویلش یک سره هست. اینجا پیچ‌ها رو باز میکنه، کویل میاد بالا، شمع‌ها آزاد میشه که حالا در ادامه مراحل این خودرو هم براتون میگیرم تا اگر خودروشون حالا TU5 بود هم روش رو بدونید. نهایتاً هر خودرویی باشه بایستی کویل باز بشه، دسترسی به شمع داشته باشید و پروسه کربن‌زدایی رو انجام بدید.